تا به حال به این موضوع فکر کردید که وقتی پدال گاز ماشین رو تا انتها فشار میدید سرعت ماشین چرا تا بی نهایت بالا نمیره؟ یا وقتی پدال گاز رو خیلی کم فشار میدین ماشین سریعا حرکت نمیکنه؟ سلام، من مجتبی ربیعی هستم از دوره کنترل سیستم های خطی در علمیتو آکادمی. در این ویدیو میخوایم رفتار سیستم های دینامیکی محیط پیرامونمون رو از دید یک مهندس کنترل کالبدچکافی کنیم. امروز ما میفهمیم که چرا سیستم های دنیای واقعی غیر خطی و غیر قابل پیش بینی هستند. چطور با یک نگاه به معادلات بفهمیم اوضاع از چه قراره، معادلات آیا خطی هستن یا غیر خطی، و در نهایت اینکه چرا وقتی همه چیز در محیط پیرامون ما غیر خطی رفتارش، ما باز هم به بررسی رفتار سیستم های خطی میپردازیم. پس بزن بریم که جواب تمامی این سوال ها رو با هم دیگه بدیم. خب برای پاسخ به این سوالات ابتدا نیازی که ما دو تا مفهوم خیلی مهم در مهندسی کنترل تحت عنوان سیستم های خطی و سیستم های غیر خطی رو باش آشنا باشیم. که اگر بخوام از سیستم های خطی شروع کنم میتونم بگم که ما کلا دو تا قانون کلی و دو تا قانون مهم برای تشخیص سیستم های خطی در محیط پیرامونمون داریم. سیستم های خطی کلا دو تا خاصیت باید داشته باشن. یکیش اصله یا قانون همگنی یا مقیاس پذیریه. قانون دومم قانون جمع‌پذیری. حالا این دوتا قانون چی رو به ما میگن؟ تعریف این قانون اول یعنی قانون همگنی یا مقیاس پذیری، اگر بخوام در قالب یک مثال خدمتتون بگم، شما فرض کنید که پشت ماشین نشستید و پدال گاز رو مثلا 20% فشار میدید. خب سرعت ماشین اینجا چیزی مثلا حول و حوش 30 کیلومتر بر ساعت میشه. 30 کیلومتر بر ساعت میشه. اگر فشار پاتون رو روی گاز 2 برابر کنید یعنی 40% کنید، سرعت ماشینم 60 کیلومتر بر ساعت میشه. خب یعنی با 2 برابر کردن فشار ورودی خروجی منم 2 برابر میشه، سرعت منم 2 برابر میشه. یعنی یک رابطه، یک نسبت تقریبا مشخصی دارن. یعنی با 2 برابر کردن، 3 برابر کردن ورودی به همون نسبت خروجی هم تغییر میکنه. این کلیت اصل مقیاس پذیری یا همگنی هستش که تحت عنوان یک رابطه ریاضی اگر بخوام نمایشش بدیم میشه y مساوی است با ax، یک رابطه خطی که حالا شیبش هم توسط این پارامتر a تعیین میشه. پس این قانون همگنی یا مقیاس پذیریه. اما قانون جمع‌پذیری به ما چی میگه؟ قانون جمع‌پذیری، من اگر بخوام دوباره همون مثال قبلی رو تکرار بکنم، میگه اگر مثلا 20% شما پدال گاز رو فشار بدی و 30 کیلومتر بر ساعت سرعت ماشین بشه و همون 40% رو پدال گاز رو فشار بدید و سرعت ماشین 60 کیلومتر بر ساعت بشه، پس مجموع دوتا ورودی یعنی 20 و 40 میشه 60%. اگه شما 60% پاتون رو روی پدال گاز فشار بدید، سرعت خروجیتون هم باید بشه مجموع این دوتا خروجی ها یعنی 90 کیلومتر بر ساعت. اگر بخوام به فرم کلی این رو بهتون بگم، فرض کنید یک سیستمی داریم، مثلا یک ورودی A بهش بدید، یعنی A یک مقدار بچه ورودی A بهش بدید بهتون خروجی X میده. اگر بهش ورودی B هم بدید بهتون خروجی Y بده. پس اگر I به اضافه B تحت عنوان ورودی بهش بدم، باید به من X به اضافه Y بده. این کلیت قانون جمع‌پذیریه. حالا من اگر بیام این دوتا قانون قبل رو به بیان ریاضی خدمتتون توضیح بدم، یعنی اصل مقیاس پذیری به این صورت میشه: F
کا ایکس مساوی است با کا در اف ایکس. این دقیقاً همون معنی میده که من در اسلاید قبل خدمتتون توضیح دادم. یعنی چطور؟ شما به ما دقیقاً میگه که اگر ما ورودی رو با یک ضریبی مثل کا برابرش کنیم، مثلا 1 برابرش کنیم، 2 برابر کنیم، 3 برابرش کنیم، خروجی هم به همون مقدار افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر ما ورودی رو 2 برابر کنیم، خروجی هم به همون مقدار 2 برابر میشه. یعنی مثلا شما این نمودار منحنی رو نگاه کنید که یک قانون معروفی هم هست تحت عنوان قانون هوک که کاملا باهاش آشنایی دارید. اینجا ما کار رو این نموداری که کشیده شده کا 1 در نظر گرفته شده، یعنی کا ما اینجا 1. یعنی این قانون همگنی به ما میگه که اگر شما یک واحد اینجا جابجا بشید، خروجی شما هم 1 واحده. اگر 2 واحد جابجا بشید، خروجی شما هم 2 واحده. و اگر 3 واحد جابجا بشید، باز هم خروجی و نیروی شما 3 واحده. یعنی به همون مقدار اگر شما ورودی رو 2 برابر کنید، خروجی هم 2 برابر میشه. اگر ورودی رو 3 برابر کنید، خروجی شما هم 3 برابر میشه. کل چیزی که این قانون همگنی داره به ما میگه اینه. و اما قانون دوم تحت عنوان قانون مقیاس پذیری به ما میگه که اگر f x1 به اضافه x2، اگر که نه، با f x1 به اضافه x2 مساوی است با f x1 به اضافه f x2. این هم دقیقاً همون مفهوم قبلی رو به زبان ریاضی داره به ما میگه. چی به ما میگه؟ میگه اگر ما 2 تا تابع داشتیم، یعنی x1 و x2، f های هر کدومشون، مثلا من اینجا الان بنویسم، یعنی اینجا اگر 1 واحد باشه، این 2 واحد باشه، چی میگه؟ میگه f1 که میشه این و f2 که میشه این، مجموع این دوتا برابر است با f x1 و x2. f x1 و x2 میشه f3 دیگه. خب برابر است با این که دقیقاً همونه. یعنی من اگه بیام x1 و x2 رو اینجا 1 و 2 در نظر بگیرم، میشه f3. خب و میشه f1 به اضافه f2. خب f3 اینجا چیه؟ f3 رو من اگر امتدادش رو بگیرم میشه 3 مساوی است با f1 چیه؟ 1. f2 چیه؟ مقدارش 2. پس این رابطه هم در اینجا اثبات شد و هر دو تا قانون اصل همگنی و اصل جمع‌پذیری اینجا ارضا شدن و ما نتیجه میگیریم که این منحنی یک منحنی خطیه، این معادله، این سیستم یک سیستم خطیه. خب تا به اینجا ما 2 تا قانون مهم رو یاد گرفتیم و 2 تا قانون کلی که باهاش میتونیم سیستم های خطی رو از غیر خطی تشخیص بدیم. و این رو هم بگم، همینطور که میبینید توی این منحنی ما دقیقاً ورودی هامون متناسب با خروجی هامون هستش و این منحنی و این سیستم یک رفتار خیلی ایدئالی داره از خودش نشون بده، در صورتی که در دنیای واقعی اصلا از این خبران نیست. سیستم ها به صورت کاملا غیر خطی هستن که ما با هم دیگه اینجا بررسیشون میکنیم. سیستم های غیر خطی یا کنترل سیستم های غیر خطی کلا یک بحث مفصلی هستش که اصلا توی این دوره نیازی نیستش ما بهش خیلی بپردازیم. صرفاً توی این ویدیو ما هدفمون اینه که شما بتونید سیستم های خطی رو از غیر خطی تشخیص بدید و یک آشنایی خیلی کلی باهاش داشته باشید. حالا چه عواملی و چه پدیده هایی باعث میشن که سیستم ها رفتار غیر خطی از خودشون نشون بدن و از اون حالت ایدئال خودشون فاصله بگیرن؟ من 3 تا از اصلی ترین عامل ها رو آوردم، 3 تا از اصلی ترین پدیده ها که باعث غیر خطی شدن سیستم ها میشه رو اینجا آوردم. عامل اول میشه بهش تحت عنوان ناحیه اشباع یا سچوریشن اشاره کرد. ناحیه اشباع یا همون اگر بخوام انگلیسیش هم بنویسم. عامل دوم تحت عنوان ددزون یا ناحیه مرده ازش یاد میشه. ناحیه مرده یا ددزون.
و عامل سومم تایم دیلی یا همون تأخیر زمانی. خب هر کدوم از این سه عامل باعث میشه که سیستم از اون رفتار ایدئال خودش فاصله بگیره و یه رفتار غیر خطی از خودش نشون بده. مفهوم هر کدوم از اینا رو ما جلوتر بهش با ذکر یک مثال اشاره میکنیم که کاملا مفهومش براتون جا بیفته. در همین حد کافیه که شما رفتار سیستم های غیر خطی رو بدونید که چه عواملی باعث میشه سیستم رفتار غیر خطی از خودش نشون بده. بیشتر از این دیگه میره توی دوره کنترل غیر خطی و نیازی نیستش در این دوره گفته بشه. در اینجا هم ما قانون هوک رو تحت عنوان یک نمودار خطیشو آوردیم اینجا، یعنی لینیر، و یه دونه هم غیر خطیشو اینجا آوردیم و تفاوت رو در رفتارشون به صورت خطی و غیر خطی میتونید ببینید. یعنی در نمودار خطی ما نه ناحیه ددزون داریم نه ناحیه اشباع داریم و یک رفتار ایدئالی از سیستم داریم میبینیم. اما اگر روی این نمودار یک مقداری زوم کنیم میبینیم که ما اینجا یک ناحیه‌ای داریم تحت عنوان ناحیه مرده یا دد زون. این پدیده به من میگه که من اگر یک ورودی رو به سیستم از لحظه اول اعمال بکنم هیچ خروجی دریافت نمی‌کنم. یعنی شما براتون پیش اومده که پدال گاز رو بخواید فشار بدید و در اون ابتدا یک گپی یه چند سانتی متر لقی در پدال گاز مشاهده بکنید. به همون لقی که شما ورودی بهش اعمال میکنید و خروجی دریافت نمیکنید میگن دد زون، که همین عامل باعث غیر خطی شدن این منحنی و نمودار میشه. مورد بعدی یا پدیده بعدی همون ناحیه اشباع هستش که شما مشاهده میکنید سیستم یک حد اکثر یا یک حد بالایی داره که از اون حد نمیتونه تجاوز بکنه. اگر بخوام همون ماشین رو براتون مثال بزنم، شما اگر پاتون رو روی پدال گاز تا انتها فشار بدید، سرعت ماشین مثلا بیشتر از 200 کیلومتر دیگه نمیره. اون دیگه حد بالا و حد اکثر توان و سرعت ماشین هستش که به اون ناحیه میگن ناحیه اشباع. خب از اینجا به بعد ما دیگه سعی میکنیم بیایم این مفاهیم رو در قالب معادلات اینجا پیاده بکنیم. یعنی خب از این به بعد ما نیازه که کارمون با معادلات دیفرانسیله و قراره روی کاغذ این عملیات رو انجام بدیم. پس در گام اول ما باید بتونیم در معادلاتمون سیستم های خطی و غیر خطی رو از همدیگه تشخیص بدیم. قانون کلی و اصلی که بیان شد برای تشخیص این دو نوع معادله توی همون سه تا اسلاید قبلی بهش اشاره شده. یعنی یه دونه قانون جمع-پذیری و قانون مقیاس-پذیری. همین دو تا قانون برای تشخیص این معادلات کافیه. اما ما میایم اینجا از 3 تا فیلتر استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم با یک نگاه سیستم های یا معادلات غیر خطی رو از خطی تشخیص بدیم. فیلتر اول میشه بهش ازش تحت عنوان فیلتر توان یک بودن متغیرها نام برد. یعنی چی؟ یعنی تمامی متغیرها در معادلات ما اگر هر کدوم از متغیرهای ما توان بالاتر از یک داشت، اون معادله غیر خطیه. در اینجا ما کارمون بیشتر با معادلات دیفرانسیله، اما من هم در معادلات جبری مثال میزنم هم در معادلات دیفرانسیل که این یک ویدیوی کاملی بشه در این مورد. یعنی چی؟ اگر بخوام مثال بزنم، شما فرض کنید که یک معادله داره تحت عنوان x به اضافه y مساوی با 0. این یک معادله کاملا خطیه. چرا؟ چون توانش بالاتر از یک نیست. یعنی اگر توان 2 3 4 تا الی آخر هر کدوم توانشون بالاتر از یک بود، یعنی چه x چه y، این معادله غیر خطی. یعنی این معادله کلا یک معادله غیر خطیه. و اما فیلتر دوم، متغیرها نباید در هم ضرب بشن. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یک معادله داشتیم که داشت x در y به اضافه مثلا 4 مساوی است با 0، این معادله یک معادله غیر خطیه. چرا؟ چون دو تا از متغیرهای ما در هم ضرب شدن. پس این هم یک معادله غیر خطیه.
فیلتر سوم، متغیرها نباید در توابع پیچیده باشند. منظور ما از توابع پیچیده چیه؟ مثل توابع سینوس، کوسینوس، تانژانت، سینوس، مثلا سینوس ایکس، کوسینوس ایکس، تانژانت ایکس، لگاریتم ایکس یا ای به نمای ایکس و تمامی این توابع که باعث غیر خطی شدن سیستم میشن نباید در معادله ما وجود داشته باشن. مثلا یک تابعی اگر داشته باشیم x دات به اضافه 2x منهای سینوس x، خب این همین یه عبارت سینوس باعث میشه که کل معادله غیر خطی بشه. بریم یک سری مثال با هم دیگه بزنیم. قبل از اینکه اصلا وارد مثال ها بشیم من یک نکته ای رو اینجا بگم. مثال هایی رو که اینجا گفتیم دقت کنید. ما دو نوع معادله داریم، یعنی یک سری معادلات جبری داریم، یک سری معادلات دیفرانسیل داریم که کار ما اینجا بیشتر با معادلات دیفرانسیل هستش. قوانینی که اینجا گفتم، این سه تا قانون و فیلتری که اینجا گفتم هم در معادلات جبری و هم در معادلات دیفرانسیل صدق میکنه، منتها با یک تفاوتی، اینکه در معادلات دیفرانسیل ما هم متغیر مستقل داریم و هم متغیر وابسته داریم. این قوانینی که اینجا ذکر شد فقط باید روی متغیرهای وابسته در نظر گرفته بشه، یعنی ما متغیرهای مستقل در متغیرهای مستقل صدق نمیکنه. متغیر مستقل مثل چی؟ مثلا زمان وابسته به هیچ پارامتری نیست، از صفر تا بی‌نهایت برای خودش داره حرکت میکنه. پس این قانون باید حواسمون به این نکته باشه. به عنوان مثال من اگه بیام برای هر کدوم از اینا یه مثال دیگه بزنم، مثلا فرض کنید که حالا میام توی اسلاید بعد کامل مثال میزنم دربارش. فرض کنید که یک رابطه اینجا داریم، مثلا x دات به اضافه 2x مساوی است با 0. قبلش اینجا من یه توضیح بنویسم بچه. x دات همون dx به dt، یعنی مشتق x بر حسب زمان. x دبل دات هم که d2 x به dt 2 دیگه همون. اینجا نوشتم توضیحشو که دیگه من توی معادلات خیلی شلوغ نشه. خب این معادله ببینیم کدوم از اون فیلترها رو داره. متغیر مستقل ما اینجا نداریم، ما x ما متغیر وابسته ما هستش. می‌بینیم که هیچ کدوم از اون فیلترها نه، یعنی هیچ کدوم نه توان 2 داره، نه یک تابع پیچیده داره و نه در هم ضرب شدن. پس این معادله خطیه. مجددا این معادله رو اگر بخوام آپدیتش کنم میشه x دات به اضافه، حالا یه x دبل دات بنویسم اینجا، 2x منهای سینوس t مساوی است با 4. خب بچه t هم اینجا متغیر مستقله. میبینیم که هیچ کدوم از اون فیلترها، یعنی از همه اون فیلترها رد شده، یعنی نه توان 2 داره، نه در هم دیگه متغیرهای وابسته‌اش در هم ضرب شدن و نه اینکه متغیرهای وابسته ما در توابع مثل سینوس، لگاریتم یا ای به نمای x قرار دارن و تنها عبارت غیر خطی که وجود داره اینجایه، ولی منتها روی متغیر مستقل اعمال شده، یعنی متغیر مستقل در تابع پیچیده قرار داره. پس این معادله خطیه و غیر خطی نیستش. اگر مثلا اینجا سینوس x می بود، تابع ما معادله غیر خطی می شد. مثال بعد 4x دبل دات به اضافه 2x منهای لگاریتم x مساوی است با سینوس t. خب میایم فیلترها رو چک میکنیم، میبینیم که هیچ کدوم توان 2 ندارن، در هم ضرب نشدن، اما یک عبارت غیر خطی اینجا وجود داره که دقیقا روی متغیر وابسته اعمال شده. سینوس تی هم اینجا متغیر عبارت غیر خطی نیستش بچه‌ها. چرا؟ چون روی متغیر مستقل اعمال شده. پس این باعث میشه که معادله من غیر خطی بشه. مثال دیگه xy در
ای به نمای منهای تی به اضافه 4 مساوی با مثلا 0. مجددا میایم فیلترها رو نگاه میکنیم، میبینیم که هیچ کدوم توان 2 ندارن، اما اینجا 2 تا متغیر مستقل در هم دو تا متغیر وابسته در هم دیگه ضرب شدن. پس این عبارت هم غیر خطی. مثال بعدی، فیلترها رو روش اعمال میکنیم، میبینیم که اینجا یک توان 2 وجود داره و در یک متغیر وابسته هم ضرب شده. منتها این متغیر مستقل، ما گفتیم اصلا با متغیرهای مستقل کاری نداریم و اونا رو فاکتور میگیریم. میایم مثلا اینم الان لگاریتمیه، اینم فاکتور میگیریم، میایم ما فیلترها رو روی متغیرهای وابسته اعمال میکنیم. دقت کنید که اینجا نه توان 2 داره، نه در هم ضرب شده، نه از توابع پیچیده استفاده شده. پس این یک معادله کاملا خطیه. طبیعتا تا اینجا این سوال براتون به وجود اومده که چرا با وجود اینکه تمامی سیستم های دینامیکی محیط پیرامون و اطراف ما غیر خطی هستند، ما باز هم میایم سیستم های خطی رو بررسی میکنیم. یعنی حتی در معادلات دیفرانسیل هم اگر شما درسش رو گذرونده باشید، میبینید که قبل از اینکه وارد معادلات غیر خطی بشه، اول میاد کاملا هر چیزی که در رابطه با معادلات خطی هست و خدمتتون ارائه میده. و در کنترل هم همینطوره، ما اول میایم قشنگ اون مفاهیم و بیسیک ها و روش هایی که کنترل خطی به ما میگه خدمتتون ارائه میدیم و بعد وارد سیستم های کنترل غیر خطی میشیم. و جوابش هم اینه که دقت کنید، ما در سیستم های خطی یک سری متد ها داریم برای حل معادلات و کنترل اونها، و اون اینه که به ما جوابهای دقیق و بسیار سریعی میده. یعنی جوابهای ما کاملا تحلیلی هستش و از متدهای عددی توش استفاده نمیشه که بسیار هزینه بر و زمان بر هستن. این یکی از مزیت هاشه، در صورتی که در سیستم های غیر خطی ما گاهن نمیتونیم به جواب یکتا یا دقیقی برسیم و نیازی که از متدهای عددی پیچیده و زمانبری استفاده بکنیم. و این باعث میشه که ما رو بیاریم به کنترلرهای غیر خطی یا از متدهای خطی استفاده بکنیم. اما باز هم همین موضوع، همین جوابی که من خدمتتون دادم، باز یک قلقلکی میده ذهن شما رو و سوال ایجاد میکنه که خب چرا ما اصلا باید بیایم سیستم های خطی رو مطالعه بکنیم وقتی تمامی سیستم ها غیر خطی هم؟ میشه سیستم های غیر خطی رو با متدهای خطی حل کرد؟ نه، همچین امکانی وجود نداره. اما در برخی از مسائل، در برخی از کاربردهای صنعتی، ما میایم از یک سری متدها تحت عنوان متد مثلا خطی سازی یا لینیریزیشن استفاده میکنیم و سیستم رو، رفتارش رو حول یک نقطه خطی سازی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثال دارم میگم، شما فرض کنید توی یک اتوبانی دارید حرکت میکنید با مثلا هدفتون اینه که سرعت فقط روی 100 کیلومتر بر ساعت باشه و از مثلا کروز ماشین استفاده بکنید. اگر حالا اون مقدار مطلوبی که تو ذهنتون 100 کیلومتر بر ساعت باشه، خب شما از 0 تا 100 مثلا 0 1 2 تا 100 کیلومتر بر ساعت کلی عدد دارید اینجا دیگه و یک رفتار غیر خطی ممکنه مثلا از 0 تا 100 داشته باشید. خب ما به کل رفتار غیر خطی سرعت ماشین که کاری نداریم، مثلا از 0 تا 99 کیلومتر بر ساعت که کاری نداریم، ما با اون 100 کیلومتر بر ساعت کار داریم دیگه. پس میتونیم حول یک نقطه خاصی سیستممون رو خطی سازی بکنیم و مابقی رفتار غیر خطی سیستم رو در نظر نگیریم مثلا. یا یک مثال دیگه براتون بزنم، شما فرض کنید که یک دیگه بخاری دارید یا یک بویلری دارید که میخواید حرارتی که بهش اعمال میشه مثلا دماش بین 1500 درجه تا 1600 باشه. خب مابقی دما اصلا براتون اهمیتی نداره از 0 تا 1500 درجه که چه رفتاری از خودش نشون میده. شما اون مقدار دمایی که مد نظرتون هست 1500 تا 1600 درجه سانتیگراده که میشه این مقدار دمای این فاصله کم رو تحت عنوان یک تغییرات خطی در نظر گرفت و با تخمین خیلی خوبی و با
روش ها و جواب دقیقی به اون مقداری که میخوایم رسید و بدون اینکه اصلا درگیر متدهای غیر خطی و حل‌های عددی و زمانبر بشیم. پس این یکی دیگه از مزیت‌های سیستم‌های خطیه. و در کلام آخر ما برای درک رفتار سیستم‌های غیر خطی ابتدا باید سیستم‌های خطی بدون چه رفتاری از خودشون نشون میدن، یا به کلام ساده تر ما اگر 2 تا 4 تا رو بلد نباشیم نمیتونیم اصلا وارد ریاضیات سنگین‌تر، وارد معادلات، وارد توابع پیچیده‌تر بشیم. پس این اصلی ترین دلایلی هستش که ما با وجود این که سیستم‌های دینامیکی اطراف ما کاملا غیر خطی هستن و هیچ سیستم خطی در محیط پیرامون ما نیست، با این حال ما باز هم به مطالعه سیستم‌های خطی و کنترل اونها میپردازیم و این نکته مهمی هستش که باید حتما بهش توجه بشه. به همین زیبایی توی این ویدیو فهمیدیم که سیستم خطی چیه، چرا سیستم‌ها اشباع میشن، ناحیه ددزون چیه، چرا با وجود غیر خطی بودن تمامی سیستم‌های دینامیکی دنیا ما از کنترل خطی استفاده می‌کنیم. و فکر می‌کنم کاملا این ویدیو یک ویدیو کامل در رابطه با تشخیص سیستم‌های خطی و غیر خطیه و چیز اضافه تری نیاز نیست گفته بشه در ادامه دوره. و توی ویدیوی بعدی هم ما میریم سراغ یکی دیگه از ویژگی‌های مهم کنترل که آیا سیستم با گذشت زمان آیا پیر یا فرسوده میشه یا نه، رفتارش ثابته، که تحت عنوان سیستم‌های متغیر با زمان و نامتغیر با زمان میتونیم ازش نام ببریم. و در کلام آخر این که یادتون نره کانال علمی تو آکادمی رو سابسکرایب کنید و اگر تا حالا با سیستم‌های غیر خطی و پرچالشی توی پروژه هاتون برخورد کردید حتما توی کامنت ها برای ما بنویسید. تا ویدیوی بعدی هم خدا نگهدار، همیشه لبتون خندون و دلتون شاد باشه.